الرحمن الرحیم. در این موقع که میخواهم به شغل شریف وکالت نائل شوم، به خداوند قادر متعال قسم یاد میکنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده، جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایم و نسبت به اشخاص و مقامات قضایی و اداری و همکاران و اصحاب دعوا و سایر اشخاص رعایت احترام را نموده و از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینه‌توزی و انتقامجویی احتراز نموده در امور شخصی و کارهایی که از طرف اشخاص انجام میدهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع از حق باشم و شرافت من وثیقه این قسم است و شرافت من وثیقه این قسم است و شرافت من وثیقه این قسم است که یاد کرده و ذیل قسمنامه را امضا می نمایم. انشالله که موفق باشید در سراسر دوران زندگیتون و در سراسر دوران حرفه‌ایتون. وکلای